ناصریا حکایت از این داره که هر کسی میخواد ناصر باشه. معنی ناصر رو میدونید که یعنی یاور، یاری رسان. کسی که میخواد ناصر باشه باید که اول خودش رو بسازه و الا نمیتونه به خودش هم کمک کنه. اول باید خودش رو شناخته باشه، در محضر عزیز حضرت حق بفهمه کیه، چیه، برای چی اومده به روی این زمین. بعد این رو بدونه که کسی که میخواد یاوری بکنه تو این عصر کار سختیه. این بد دی یا همه کس خوشی ندیده، همه کس بد دیده، یعنی بد دیده ای و بد خواهی دید. منتظر خوشی نباش. اگر عشق تو حقه این رو باید بدونی که دنیا سرشار از ناحقه. همه کس بد دیده، از هیچ کس خوشی ندیده. ناصری ها از عشق دنیا غبار کن، یعنی عشق این دنیا، جاه، مقام، منزلت، پول، همه رو استفاده بکن. ولی چون گفته اون عزیز شاعر مولا شاه نعمت الله ولی که فرمایش میکنه ما میخی طلا بر گل کوفته ایم، بر گل کوفته باشیم و چیزی رو چون توفه ناقابل، بخشه ناقابل رو بر دل نگفته باشیم. از هر چیزی در جایگاه خودش استفاده کنیم. مسافر باشیم، مسافر زندگی کنیم. مسافر که داره در این مسیر حرکت میکنه خیلی چیزها رو ببینه ولی دل نبنده، چون هر لحظه زمان داره از دست بده. بعدش این هست که اگر روزی انسانی ناصر بود و موفق شد که حب دنیا، جاه، تمام، منزلت همه رو از دل بشوره، آرزوهای دور و دراز رو از قلبش پاک بکنه، باید به خدا توکل بکنه، سختی ها رو به جان خودش با کمال میل خریدار باشه و به خدا توکل بکنه. اون زمان خداوند لحظه هایی رو در اختیار او قرار خواهد داشت تا 4 عنصر باد، آب، خاک و آتش او رو همراهی بکنن و پیروز و موفق باشه. این قصه یا قطعه ناصرون لیلا لیلا لله است، یعنی هرچی هست از سوی خداست. لا اله الا الله. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اگر کسی صدای ناصر عبداللهی رو از ناصر عبداللهی میدونه، بچه این که رو سن هست داره با شما حرف میزنه، ناصر عبداللهی نیست، هر چی داره از خدا داره. ممنون خدا باشه.